خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. مادر کلانهایم. ما هرچند به دیدار باباها نرسیدیم، اما خوشبختانه به دیدار و مهر و نوازش و تربیه دو مادر کلان، هم مادری و هم پدری مشرف بودیم. مادر کلان پدری مرا صدارت خان می گفتند. از روزی که ایشان را دیده و شناختم، همیشه در سر قرص و ردای سفید آهری، در بر پیراهنی وسیع با آستین‌های دراز داشت که دست او را قریب تا انگشت‌ها می پوشید. این لباس چهره سفیدگونش را به نظر پرجلا و پرجاذبه می نمود. نامبرده زنی نهایت تقوادار و متدین بود. نماز پنجگانه‌اش ترک نمی شد. علاوه بر این، بامدادها هر روز بعد از نماز چند پاره از قرآن چاپ نسخی زیبا و به متای رختار سیمابی پوشیده آن کس امروز از پیش چشم نمی رود و دعا و مناجات های زیاده می خواند. مادر کلان می گفت که پدری آن کس را عابد خواجه کولابی می گفتند که اصلا از کنگرود بوده و در جوانی به سمرقند آمده، همینجا اقامت اختیار نموده، در مدرسه شیردار تحصیل علوم نموده است و در همینجا به تدریس منصوب شده است. مادر کلانم می گفت که پدرش آوازی بلند جرنگداری داشته است و هنگامی که ایشان درس می گفته است، حتی امیری رهگذر اسبش را نگاه داشته از دور به صدای مرغوب وی گوش می انداخته است. مادر کلان کتاب‌های دینی و داستان‌های پیامبرمان را آزاد می خواند. دعاهای ضروری و برای خود لازمه را می نوشت. تا آخر عمر قلم نایی و سیاهی و سیاهیدان قدیمی داشت. به همین سیاهی و قلم برای ما بچگان یا کیلین و نزدیکانش تومار می نوشت. بیماری رخ دهد در اطراف پیاله دعاهای شفابخش نوشته به ما می خوراند و با دعا و دم و نفس آن کس ما کودکان صحت می یافتیم. مادر کلان عرف و عادت و آیین و سنت‌های دینی را سخت رعایت می‌نمود. مثل عاشوراخوانی در ماه محرم، در سمرقند مراسم ماه عاشور می‌گفتند، مولود نبی، آداب و رسوم و آیین عیدهای رمضان، قربان و غیره. پدرم قطعاً منع کرده بود که مادر کلانم معرکه‌های دینی را علناً و با اشتراک زنان بیرونه و اجرا رساند. اما مادر کلان خوب می گفت و راستی و پنهانی در وقتهای مناسب آیین و رسوم خود را ایفا می نمود. مادر کلان به این جانب مهری خاصه داشت و من هم او را نه تنها چون مادر کلان بلکه همچون تجسم پاکی و تقوا دوست می داشتم. در خاطر دارم که شبها مرا به خانه‌چه خود می برد. از پهلویش جای می داد و در تاریکی شب یک دو افسانه می گفت و بعد آیت الکرسی را خوانده اکنون خواب می کنیم می گفت. من هم بعد از شنیدن افسانه و به گوش رسیدن آیت الکرسی آرام و آسایشته خواب می کردم. باری مرا به نظرم 4 یا 5 سال داشتم به طیلاق به باغ موروثی خود برد. در خاطر دارم در عرابه کپدار خوقندی قریب 1 روز راه طی کرده به طیلاق رسیدیم. در این باغ مادر کلانم با همسر و فرزندانش سالها زندگی کرده بود و در بین زنان این محل و همسایه ها به نام پاشای طیلاقی احترام و عزت کلان داشت. من با چشم کودکانه می دیدم که در هر معرکه و مهمانداری جای مادر کلانم از پیشگاه خانه بالای کرپچه های نرم و پرنقش بود. من همیشه پهلونشین و به اصطلاح ارکه پاشای طیلاقی بودم. مادر کلانم باغ طیلاق
و باغی نزد شهری خود قواله را نهایت دوست می داشت. این باغها را به زوری به کلخازها الحاق کردند. پدرم دیگر به آنجاها قدم نمی گذاشت. لیکن مادر کلانم تا آخر عمر به این باغها رفته می آمد و هر بار دود از دماغش برآمده گریه گلوگیرش می شد و می گفت پایان باغ را در تایلاق براه گرفتند. خدا به خبرها درخت زردآلوی مهتابی را افشانده در قواله هیزم کردند. ماه سپتامبر سال 1942 مادر کلانم از مهمانی تایلاق آمد و یک باره با تبی بلند در بستری بیماری خوابید. همگی 10 روز خوابید در حولی امک خردیم که در روبروی حولی ما بود و نهایت یک شب پدرم را دعوت کرد. حیدرخان، امشب مرا تنها نمانید. جعفرخان از بچگی از آدمی کسل می ترسد. شما سری بستری من باشید. بعضی دعا و آیتها را می خوانید. پدرم به خانه آمده صورت واقعه را گفت. من هم همراهی وی به پیش مادر کلانم رفتم. تا ساعتهای 12 همانجا بودم. دستش را می مالیدم و حس می کردم که دست تا رفت سرد می شود. ولی او هوشیار بود. به پدرم می فرمود که فلان آیت را خوانید. قرآن را گیرید، در درون جلدش در یک کاغذ فلان خیل دعا هست. رحمتی برادرم داده بودند. بلند بلند خوانید. در میان دعاخوانی ها بعضا وصیت می کرد. ساعت قریب 1 شده بود که پدرم آهسته گفت رسول خان اکنون تو به خانه رو. با مادر کلانم خیر و خوش کردم. او در حالتی که چشمهایش پوشیده بود گفت الهی برکه یا رسول خان، دردهای دستم را تسکین دادی. خیر اکنون رو. اگر از راه رو ترسی لافتها را خوان. من رفتم. بعد از 1 ساعت پدرم آمد و گفت صاف شدند. باری نخست بود که من در سری بیماری که نفسهای آخرین زندگی را می کشد نشسته بودم. ترسی کودکی داشتم که دقیقه های جانکنی نهایت بیمنگیز است. ولی آن ساعتها در سیمای مادر کلانم نه یک ترس و بیم، نه یک واهمه، نه یک نشان نفس آخرین زندگی را می دیدم. چنان آرام و آسوده بود که گویا به سفر 1 روزه یا 2 روزه می رود. حالا فکر می کنم که در آن لحظه ها مادر کلان نور الهی را می دید. می دید که در پیش درهای جنت باز می شوند و او به مأوای ابدی خود می رود. مادر کلان مادریم مهتاب خان نام داشت و در گذری خواجه جان خواجه در خاندان عاقل خواجه به دنیا آمده. پدرش صاحب باغ و حرم و حولی‌های پرشکوه، شخصی متدین اما به علم و مناصب شرعیه منسوب نبوده است. ما از مادر کلان مادری جدا استقامت می کردیم و تأثیر مقام ایشان در جریان زندگی ما کمتر بود. لیکن پیوند و مهر و محبت بین ما از نبیرگان دیگر تفاوت داشت. بعد از وفات شوهرش عیسی خان که هم قاضی و هم مدرس بود، تمام بار زندگی به دوش مادر کلانم افتاده است. با ذخیره های شوهر توی و معرکه های پرخراجات را مادر کلان ادا کرده است. بعد از این بی درآمدی معین زندگی به سر بردن خود مشکل کلان حیات بود. علاوه بر این در مدت 8 سال بیمارداری دختری خردی که با دست و پای فلج عاجز و ناتوان می خوابید فاجعه‌ای بی‌درمان بود. در این مدت مادر کلان به کسی روی طمع و نیاز نیاورده، آنچه در مدت زندگی شوهرش جمع کرده بود فروخته با کش و کوک زندگی به سر می برد. هیچگاه به کسی شکوه نکرده، تلخی های زندگی را به بردباری فرو برده و استغنا بین مردم می گشت. من احتیاج و مشکلی های زندگی مادر کلانم را از خردی حس می کردم و از آن روزی که پول پیدا می شد شیرین کامه
یا تحفه‌ای به آن کس می بردم. چنین یاری و یادآوری همیشگی من تا آخر عمر ایشان دوام کرد. ما نبیرگان مادر کلان پدری را توته یا توته پاشا و مادر کلان مادری امان را آیه پاشا می گفتیم. آیه پاشا زنی نمازخوان و قرآن خوان بود، لیکن مثل توته امان تقوادار و میان زنان مورد پرستش و پاسداری نبود. باری نشنیدم و ندیدم که وی در وقت بیماری بچه ها دعا خوانده به اصطلاح صف و کف کرده باشد. اما خصلت خاصش این بود که زندگی شناس و تجربه روزگار دیده و از آن عبرت برداشته بود. در موردهای مناسب آیه پاشا از لحظه های زندگی خود با همسرش، از سفرهای در جوانی به قضا خواجه کردهش حکایتهای جالب می کرد. اگر نصیحتی یا پندی کردنی باشد، اول حکایت از زندگی خود یا نزدیکانش می آورد و در آخر از این حکایت ها نتیجه گرفته به پند و نصیحت می گذشت. هر یک نقل و حکایت او را با شوق و هوس و دقت و توجه تام می شنیدم. حکایت هایش آرام و به تمکین با تفصیل و تعبیرهای مناسب نقل می شد. کی می داند شاید در سبک نقل و حکایات من نقش یا تأثیری از گفته های عجایبی وی مانده باشد. مهنت و کلفت و جفاهای زندگی بعد از وفات شوهرش جسم نحیف آیه پاشا را آخر فرسوده کرد. در آخر حیاتش که به حد 80 رسیده بود، آیه پاشا بیماری برجا مانده شد. پرستاری دختران و کمک و یاری طبی و مادی نبیرگان حال او را بهتر کرده نتوانست. از دوشنبه حتی الامکان از آیه پاشا خبرداری می کردم، ولی می شنیدم که بهبودی در وضع وی پدیدار نیست. در یکی از روزهای اپریل سال 1959 مادرم از تلفن خبر داد که حال آیه پاشا خیلی بد است و اگر امکان باشد هر چه زودتر به سمرقند بیایم. خواهش من بود که اگر با آیه پاشا خطری مرگ بیاید حتما خبر دهند که به وداع آن کس رسیده باشم. بعد از یک روزی به سمرقند آمدنم، آیه پاشا جان به حق تسلیم نمود. همه فرزندان و نبیرگان و ابیرگان، خویش و تبار و دوستداران و مخلصان دور و نزدیک آیه پاشا جمع شده بودند. تابوت را برداشتند. از تنگ کوچه های خواجه جان خواجه و کوچه کلان قوشهوز برآمده به سوی قبرستان شاه زنده روانه شدیم. تابوت بالای کتف نبیرگان و راهگذران ثواب طلب مثل زورق شنا می کرد. من به تابوت نظر دوخته بودم. آیه پاشا همه آزار و رنج و تلخی ها و سختی های طاقت فرس های زندگی را در این خاکدان گذاشته، حالا آزادانه، سبکبارانه به سوی منزل آخرت می شتابید تا آرام و آسایش ابدی نصیبش گردد.